هر روز یه تصمیم جدید میگرفتم. هدف جدیدی رو انتخاب میکردم. وقتی بقیه دوستام و همکلاسی‌هام یا همکارهام رو میدیدم که چقدر موفق هستن بهشون حسودی میکردم. هر روز وقتی از خواب بلند میشدم به خودم میگفتم امروز دیگه گوشی رو تا ظهر کنار میذارم. بالاخره کتاب رو تمومش میکنم. دیگه به کار مهم زندگی رسیدگی میکنم. اما هر شب با اون حس همیشگی با هزار فکر میخوابیدم. عادات بد آروم آروم میان و ما متوجه اونا نمیشیم. صدا ندارن، فشاری روی ما نمیارن. تو رو میبرن به جایی که نه رنجی هست و نه رشدی. وقتی تو متوجه میشی توی دام این عادات گیر افتادی، ناامید میشی و فکر میکنی دیگه راهی نیست. تا حالا با خودت فکر کردی چرا صبح‌ها دلت میخواد تا ظهر بخوابی؟ تا حالا فکر کردی چرا وقتی گوشی رو دستت میگیری تا شب درگیر اون هستی و تا وقتی باتریش تموم نشه ولش نمی‌کنی؟ ما همیشه وقتی به کار خیلی سخت فکر میکنیم با خودمون میگیم نمیتونیم و نمیشه و من برای این کار ساخته نشدم. ولی واقعیت اینه که ذهن ما دنبال راحتیه و اینکه ذهن ما از تغییر کردن میترسه. تغییر از نظر ذهن ما یعنی درد موقت. هیچ عادتی قوی‌تر از اراده‌ای نیست که هر روز رشد کنه. زیاد صحبت کردم میدونم، ولی بریم سراغ اصل مطلب و راهکارهای حل این مشکل. شماره 1. نذار مغزت گولت بزنه. ترک عادت با تصمیم بزرگ شروع نمیشه. با یک کار کوچیک و تکرار شونده شروع کن. فقط 5 دقیقه کار مفید در روز انجام بده. فقط یک لحظه مقاومت کن در برابر وسوسه. شماره 2. سعی کن بنویسی کارهایی که میخوایی انجام بدی رو روز قبلش لیست کن. درباره کارهایی که میخوایی انجام بدی یکم فکر کن. سریع انجام نده، بعد پشیمون شو. تمرین آروم بودن بکن. تنفس عمیق انجام بده. کارهات رو آهسته انجام بده، عجول نباش. این کارها آهسته هستن ولی ماندگارن و تو رو از جهنم عادات بد میکشن بیرون. شماره 3. تو قرار نیست کامل باشی. هیچ شخصی کامل نیست و یادت باشه. همه حتی هر چقدر هم کم باشه ولی نقص دارن. ولی قرار نیست که فکر کنی چون همه نقص دارن پس منم نقص دارم و کاری نمی کنم. سعی کن از دیروزت بهتر باشی. نه خیلی زیاد و نه خیلی کم. شماره 4. ادامه نده و دوری کن. از انجام عادات بدی که داری دوری کن. اگه ادامه بدی به انجام این کارهای غلط عادات رو ترک نمی کنی، تو در این مسیر خودت رو میسازی، داری خودت رو از نو میسازی، شخص جدیدی میشی. شماره 5. دوباره متولد شدی، باید فکر کنی که این کارهای غلط عادت تو نبودن، تو فردی جدیدی شدی و تغییر کردی. در پایان هم باید اینو بدونی، امروز اگر قدمی برداشتی ثمره اون رو فردا به دست میاری. شروع کن، حتی اگه هدف خیلی کوچیکه. تو میتونی اینو یادت باشه، به خودت هیچ وقت نگو من یه روزی عادتم رو ترک میکنم، تا همین امروز میتونی ترکشون کنی. بعضی از افراد هستن که دچار اعتیاد هستن و برای اینکه مواد مخدر رو ترک کنن زجر زیادی میکشن. تو فقط میخوایی عادت غلط رو ترک کنی. دوست دارم برام کامنت کنی تونستی عادت رو ترک کنی یا نه. خب دوستان من، اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم برای اینکه از من حمایت کنید و اینکه خستگی من رفع بشه. خوشحال میشم چنلمون رو سابسکرایب کنی، لایک هم فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.